میدونم که تا حالا کسی بهت نگفته که یه قرمه سبزی اصیل و سنتی ایرونی که تا 7 خونه اون ورتر هم بوش بپیچه نه نیاز به ادویه خاصی داره نه کیمیاگری. تنها فوتش اینه که نسبت سبزیات رو درست انتخاب کنی و تو سرخ کردن سبزی حوصله به خرج بدی. تو این پست از 0 تا 100 رو بهت گفت. عزیزان، تو خریدن سبزی نهایت دقت رو به خرج بدین و برای وقت و هزینه و انرژیتون ارزش قائل بشین. 5 کیلو جعفری، 2 کیلو تره، 2 کیلو گشنیز، 1.5 کیلو شنبلیله و 2 کیلو اسفناج بهترین نوع ترکیب سبزی قرمه هستش. زیاد از ساقه سبزی استفاده نکنین و بعد از شستشوی دقیق و خشک شدن سبزی اونا رو به سایز خیلی ریز خورد کنین و بذاری رو حرارت کم تا آروم آروم آب اضافیش تبخیر بشه. بعد روغن جامد و کم کم بهش اضافه میکنیم و یک لحظه سبزی رو به حال خودش رها نمیکنیم. کم کم تغییر رنگ میده و شروع میکنه به سرخ شدن. وقتی سبزی سبک و هجین بشه یعنی مرحله سرخ شدنش به اتمام رسیده. وقتی میخواین رنگ نهایی سبزی رو تست کنین، کمی از اون رو داخل آب جوش بریزین و 1-2 دقیقه به حیث نمان بدین. بعد از خنک شدن سبزی سرخ شده با توجه به سلیقه و نیازتون تو ظروف دربسته بریزین و فریز کنین و خیالتون راحت باشه که حالا سبزی قرمه دارین. عزیزان دلم، ممنون از نگاه گرم و مهربونتون. اگه دوست داشتین با من همراه باشین.